درود بینندگان عزیز، سلسله برنامه گلچین از تاریخ تاجیکان است. منظور شما نگفته نماند که برنامه مذکور از روی کتاب تاجیکانی اکادمیک باباجان غفوروف ثبت و تهیه می گردد، البته با اشتراک و محاکمه‌رانی تاریخ نگاران وطنی. امروز در برنامه تاریخ شناس دولتشاه محمودوف را دعوت کردیم. امروز ما تصمیم داریم اطراف یک دولت ملی صرف تاجیکی بعد از سامانیان غوریان برای بینندگان عزیز معلومات داده باشیم. مرحمت، نگاه شما نخست درباره به میان آمدن چنین یک دولتی که تمام ریشه تار و پود تاجیکی است اظهار نظر می‌کردید. مرحمت. تشکر زیاد. واقعا تاریخ از نگاه یک فیلسوفی کلاسیکی نمیست، گگل، این فن مردانگی است. به این معنی میگوید که مطالعه تاریخ، بررسی و تحلیل صحیفه‌های تاریخ در روان و در سرشت و در نهاد انسانیت همین احساس وطندوستی، دلیری، شجاعت، رستگاری، آزادگی، خودشناسی، هویت و این چیزا را شکل می‌بخشه، یکی به وجود می‌آورد. و خیلی تصمیم خیرخواهانه است که با اشتراک مورخان وطنی ما سر مسائل بسیار مبرم تاریخ تاجیکان صحبت میکنیم. واقعا درست شما اشاره کردید که دولت غوریان اولین دولت تاجیکی پس از زوال سامانی ها به حساب می رود. جای بسیار تاسف است ببینید پس از سقوط سامانی ها متاسفانه در قلمرو ورارود تاریخی اگرچه که کاری دفتر و دیوان، فرهنگ، ادبیات به دست وارثان سامانی ها یعنی تاجیکان بود، اما متاسفانه شخص رقم اول یعنی زمام اساسی دولت در دست بیگانگان بود. اینا خودی اکادمیک باباجان غفوروف در اثر بنیادیشان تاجیکان گفتند. اما جای افتخار است که در مدت‌های پس از سامانی ها در قلمرو یکی در گوشه‌های از وطن تاریخی ما دودمان‌های تاجیکی سر بالا کردند. یکی از دودمان‌های بسیار معرفت پیشه، یکی از دودمان‌های خردگستر و شجاع و دلاور همه غوری‌ها بودند. شجره غوری‌ها اصلا به اولاد شناسبانیان یا به اصطلاح دیگر شنسبانیان رفته میرسد. خوب البته ما میدونیم که در بنیاد دولت غوری‌ها سیف‌الدین سوری نقش مرکزی داشت. جدی و یا پشتی و میرسد به شخص با نام شیس. گذشتگان شیس میرود به یکی از حاکمان ولایت غور در عصر 11 با نام امیر محمد. بابای امیر محمد امیر سوری که این هم حاکم ولایت غور بود. پدری امیر سوری شخص با نام بنجی نهاری و پدری بنجی نهاری فولاد غوری بود و پدری فولاد غوری شناسب ابن خورنک نام شخص و پدر شناسب خورنک. خلاصه همیگونه شجرهشون میرود به زمان شناسب ابن خورنک میرسد که شناسب یعنی در نیمه اول عصر 8 میلادی زندگی کرده است. اگر دولت غوریان در عصر 12 بنیاد شده باشد، ما شجره اینها را تا عصر 8 رفته تحلیل کردیم، یعنی معین کردیم که اولاد اینا به کیها رفته میرسد. خب اساسگذاری خاندانی بگیم که شناسبانیان همین شناسب ابن خورنک است. نام سلالم از همین گرفته شده است و اینها شما درست گفتید اینا تاجیکان بودند و مکان زیستشان ولایت غور. مکان زیستشان امروز واقع در افغانستان. امروز بله. اینجا من میخوام که کمک درباره ولایت غور صحبت کنم. از نظر جغرافی غور یک ولایت کوهستان است. از خود نامش هم برمیاد که اینجا کوهستان است، زیرا که کلمه غور با شکل تغییر یافته غر میباشد. غر در زبانهای قدیمه ما از اونها در اوستا به معنای کوه، بلندی، تپه فهمیده میشد. اونطوری که شما ببینید ما نام‌های جغرافیایی داریم با مانند غرم، دنغره، غرغره، بیغر، زوغر، یا مثلا نام‌های داریم با نام غلچه، غرچه. ریشه اصلش به کوه رفته به همون کوه است. در زبان روسی در شکل گار وارد شد که برگرفته از زبان ماست. و اگر محیط جغرافی این ولایت رو ببینیم کوهستان است، جایی که همیشه در سنگر است. بله. و یک چیز عجیب است که در گذشته همین نام‌های جغرافی رو مردمان ما همین طوری میگذاشتن که نام افاده کننده محیط جغرافی باشد، یعنی طبیعت همون منطقه باشد. و در اینجا از زمانهای خیلی قدیم تاجیکان زندگی میکردن و یکی از اولین حاکمان
ولایت غور حالا دولت نه، ولایت غور شخص با نام فولاد بود و این فولاد یک شخصی سرهنگ، سرکرده، سرلشکر، یک مردی غیور و دلاور و اهل جسارت بود. زمانی که ابو مسلم شورش برداشت با مقابل ظلم اموی ها سال 747 عصر 8 ابو مسلم از همین فولاد کمک طلب میکند و فولاد در شورش ابو مسلم اشتراک میکند و در غلبه نقش خود را میگذارد. تاجیکان یک خلافت بزرگی که نیمی دنیا زیر دستش بود، یعنی اموی ها سرنگون کردن، عباسی ها سر قدرت آمدن. در اینجا نقش ما بسیار بود، از جمله همین خاندان غوری ها. این برمی آید که این خاندان واقعا مثل طاهری ها، مثل سهلیان که خاندان های تاجیکی بودن در همون دوره، مردم اهل خیرات گذشته از این اهل جسارت و دلیر و شجاعتمند بودند. اون زمان ها ولایت غور همچون یک ولایت علاهیده وجود داشت. یک مدت به هیئت طاهری ها داخل میشد، بعداً به هیئت صفاری ها، بعداً به زمان سامانیان به هیئت سامانیان داخل میشد. وقتی که سامانیان سقوط کرد در سال 999 شما بدونید که اینجا قوم و قبایل ترکتبار زمام را به دست گرفتند، به مانند قرخانی ها و غزنوی ها و تر سلجوقی ها آمدند. همین در ایام سر قدرت بودن غزنوی ها و سلجوقی ها که بسیار با هم دیگر رقیب بودند، غوری ها بیشتری وقت مستقل بودند. بعضا احساس میشد که به طور رسمی تابعیت از غزنوی ها میکردن، بعضا از سلجوقی ها، اما در عمل میدید مستقل بودند و بیشتری همین حاکمان ولایت غور انداز یعنی باج و خراج نمیسپاریدند، نه به غزنوی ها نه به سلجوقی ها. اینا که شما درست گفتید، اینا که سرگرم جنگ های خود بودن، از این وضعیت استفاده کردن، اینا طرف مستقلیتشون رو مستحکم میکردن. سوء استفاده از موقع بی‌طرفی به منفعت کار بود. بله. یکی از نمایندگان خاندان غوریان ایزوئیدین شخص، پسر محمد ابن حسن، نقش بسیار بارز داشت. ایزوئیدین اگرچه که رسما دولت رو تشکیل نکرده باشد، اما در گذاشتن زمینه‌های دولت غوریان نقش کلان داشت و 7 پسر داشت. با همین 7 پسرش از جمله شجاع الدین، شهاب الدین، قطب الدین، سیف الدین، فخر الدین، بهاءالدین سامی، اینا فرزنداش بودن، 7 فرزند داشت. و در میان فرزندان ایزوئیدین فرزندی وی با نام سیف الدین سوری. سیف الدین سوری هم از جهت عقل، ادراک، ذکاوت فرق میکنه. ببینید در زمان سامانیان احمد 9 پسر داشت، در میان فرزندانش همین اسماعیل فرق کننده. واقعا ما ببینیم که اثبات کرده توانست. یعنی همین سیف الدین هم همین گونه. و سال 1147 در بعضی ادبیات ما میخونیم 1148 سیف الدین باری اول در یکی از دهه‌های ولایت غور با نام آستیه، در بعضی از سرچشمه‌ها آستیه ذکر میشود، دولت غوریان را بنیاد گذاشت و اولین پایتخت غوریان همین دهه آستیه است. اولین پایتخت سال 1148 1149 زمانی که سیف الدین اینجا به زمینه‌های دولت غوریان را گذاشت و دولت غوریان را تأسیس داد، 6 برادر وی در ولایت‌ها و در شهرهای گرد و اطراف حاکمان ولایت‌های علاهیده شدند، مانند بوست، بامیان، طالقان، غرجستان و غیره حاکم شدند. اما یک عنعنه خیلی خوب داشتن که همگی به برادر گوش میکردن، اطاعت میکردن. بله، سیف الدین گوش و بردشون هم در همین بود. یک چیزی باز از همه عجیبیش میدونید در این است که مثلا همین شجاع الدین یا شهاب الدین از سیف الدین به سن سال کلان بودن ولی به دادر اطاعت میکرد. به خاطر اونه که وی حکومت مرکزی یعنی شاه اصلا همون هست، اطاعت میکرد. و یک نکته اساسی باید قید کنم که در تاریخ روضت الصفای میرخان آورده شده است که اما در بعضی از کارهای پیشبرد دولت سیف الدین از برادراش باز مصلحت میپرسید. برادران با سال اصلا کلان. خب شما بدونید که این عادت‌های زیبای قدیمی تاجیکانه ماست، نیاگان ما است، تا امروز پای برجاست. خوشبختانه از وحدت میان برادران خلق‌های ترکتبار مانند غزنوی‌ها در تهلکه افتادند. یعنی دیدن که اینها وقتی که وحدت دارن، وحدت اینها را برای خود خطر دانستند. اما در همین ایام تو فعلی میان روها ترک‌ها در میان برادران اختلاف به وجود آوردند. اختلاف میگن همین شاید سری مسئله‌های نفوذی قلمرو که در اونجا حاکم بودند سر این چیزا بود و یکی از برادران با نام قطب‌الدین آشفته خاطر میشد از برادران خود قهر میکند و به دربار غزنویان میرود، یعنی به دهان گرگ میرود.
و دربار غزنویان میرن. نگفته نماند که قطب‌الدین در بنیاد دولت غوریان در برابر سیف‌الدین نقش داشت. حالا ببینید از سال 1149 پایتخت رو از دهه اوستیا به فیروزکوه کوچانیدند. همین شهر فیروزکوه اساسگذارش قطب‌الدین هست، قطب‌الدین غوری که خرابه‌هاش تا امروز در قلمرو افغانستان با نام غلغله معلوم و مشهور است که باستانشناسان از اینجا بسیار حفریات کردن، آثار زمان غوریان رو پیدا کردن. تاکید میکنم که اساسگذارش قطب‌الدین است. همین قطب‌الدین به درگاه غزنویان راه یافت. اکنون شما ببینید وقتی که این به غزنا رفت، پایتخت غزنویان، هنوز در زمان سلطان محمود غزنوی یکی از نمایندگان همین غوریان با نام حسن فرزند محمد کشته شده بود. از همونجا خصومت بین این دو سالار سر شده بود. بعدا این قطب‌الدین هم که با روی فریب اونو به دربار دعوت کرده بودند، قطب‌الدین به دربار آنها رفت که شاه غزنویان بهرام نام داشت، بهرام شاه. تا قطب‌الدین رو زهر داده کشت. انا در نتیجه باز خصومت بین این دو سالار اوج گرفت. علنگ زد. در بعضی نگاشته و سرچشمه ها گفته می شود که قطب‌الدین را با مقصد براه ماندن کارهای دیپلماتی و گفتگوی میان دولت‌ها غوریان و غزنویان دعوت کرده بود. یعنی که به این راه دعوت کردن. در اصل این گونه نیست. درست است، این اندیشه هست. اصلا همین فکر بود که اونها می‌خواستند که از قطب‌الدین برای نفع خود چیزی را استفاده ببرند. اما می‌دونید سبب اصلی که قطب‌الدین کشته شد در چی بود؟ هنگامه‌ها پیدا شد در دربار غزنویان که قطب‌الدین به منفعت غوری‌ها کار می‌کند. یعنی غزنوی‌ها در سیمای قطب‌الدین خائن خود رو دیدن. حالا که ما هیچ گفته نمیتونیم، یعنی سرچشمه‌های تاریخی چیزی نمیگن که اصلا قطب‌الدین همین گونه بود یا نه. و با همین دلیل، با همین جرم، با همین راه قطب‌الدین قتل شد و سیف‌الدین سوری به دولت غزنویان هجوم کرد. وقتی که به دولت غزنویان هجوم کرد، بهرامشاه گریخت، فرار کرد. سیف‌الدین چیکار کرد؟ برادر خود بهاءالدین را در فیروزکوه ماند، پایتخت غوریان، خود در غزنه ایستاد. اکنون باید نیت داشت که از غزنه ایستاده با برادر یک جایه قلمرو خود را وسیع کرده دولت غوریان را اداره میکنند. اما بهرامشاه از قوم و قبایل ترکتبار کوچمنچی یاری طلب کرده، قوت جمع کرد، دوباره هجوم کرد و سیف‌الدین رو هم کشت. و این سبب علنگه زدن قهر یکی از برادران خردی این سلاله علاءالدین رو آورد. علاءالدین سال 1150 به دولت غزنویان هجوم کرد. اما این به نهایت هجومی شدید بود. علاءالدین با یک احساسات بلند و تندرستانه وقتی که هجوم کرد، بهرامشاه رو سرنگون کرد. غزنه رو بسیار جاهای غزنه رو آتش زد و حتی میگن مورخان که از قهر و غضب شاهان گذشته غزنویان رو قبرهایشون رو کنده، استخوان‌های هوایی رو برآورده، سوزانید. بعضی آثاری که از شاهان گذشته غزنوی باقی مانده بود، همه رو ویران و لنگر کرد، آتش زد و در تاریخ با نام علاءالدین جهانسوز نام گرفت و معلوم و مشهور شد. این برغم اما برادر خود قصاصی خونی برادر. متاسفانه در بعضی ادبیات‌های تعلیمی که برای مکتب‌های میانه ما هست، به جای علاءالدین شهاب‌الدین می‌نویسند که اشتباه است. این البته علاءالدین است. و علاءالدین یک خدمت بسیار بزرگ کرد و تا سال 1161 علاءالدین در سر قدرت بود. اکنون ببینید که در همین مدت دولت غوریان اقتدار پیدا کرد. اقتدار به معنی که حدودهاش باز هم وسیع‌تر شد. یعنی غزنه رو گرفتن و غزنویان شکست سخت خوردن، به لاهور کوچیدن. لاهور که امروز مثلا در پاکستان است، پیشتر هندوستان میگفتن، به لاهور کوچیدن، قلمروشان خیلی خرد شد و وطن تاریخی ما را تاجیکان، یعنی صاحبان اصلشون دوباره گرفتن. حالا شما میدونید که این قلمرو بزرگ خراسان بود، اینها گرفتن و قلمرو دولت غوریان خیلی وسیع کرد در زمان علاءالدین. پس از علاءالدین فرزند علاءالدین باز سیف‌الدین نام داشت. اکنون اینا گفتم ممکن که سیف‌الدین دو سال 1161 1163 خیلی یک دوره کوتاه حکمرانی کرد، اما سیف‌الدین هم در وسیع کردن قلمرو دولت خود، در تنظیم مناسبت‌های انداز، رشد فرهنگ، خدمت‌های شایانه را انجام داد و گذشته از این بعضی قوم و قبایل ترکتباری کوچمنچی که تیز به شهرهای مردمان مقیم نشین هجوم می‌کردند، هجوم‌های آنها را در هم شکست. لیکن مدت حکمرانیش که کوتاه بود، سال 1163 از دنیا گذشت و پس از این می‌دونید دوره
در تاریخ همه خیلی میگه، از جمله اکادمیک باباجان غافروف میگه دوره شکوفایی دولت غوریان شروع شد. عهدی دو برادر، این برادران با نام غیاث‌الدین و معیزالدین، غیاث‌الدین معیزالدین فرزندان سیف‌الدین. اطراف فرهنگ، تاریخ، زبان، معنویات نیاگان تاجیکان میگفتید که در دولت غوریان در کدام سطح بودند؟ کیها بودند از نخبگان ادبی، فرهنگی، علمی، تاریخی ما در عهد غوریان؟ تا آخر، یعنی تا سال 1215 که دولت غوریان عرض هستی کرده است، فیروزکوه پایتخت بود و در همین فیروزکوه یک دایره ادبی به وجود آمد که در این دایره ادبی بیشتر شاعران محلی، ادیبان محلی که از طالقان بودند، از غرجستان بودند، از غور بودند، از بامیان بودند، از بدخشان بودند. بیش از 70% بدخشان تاریخ امروز در قلمرو خراسان افغانستان باقی مانده است. یعنی همین بدخشان شاعرانی بودند که به این دربار رابطه داشتند. اما یک چیز باید به اینو بگیم که از بس که منطقه کوهستان بود، شاعرانی که در شهرهای متمدن زندگی میکردند، به مانند سمرقند، بخارا، اورگنج، چاچ، استرشنخوجا، اینها با این شاعران رابطه نداشتند. یکی از بزرگترین عالمان، مورخان، شاعران سیف‌الدین هروی مثلا در همین دایره ادبی زمانی کار کرد و کتاب‌های بیشتر نوشت، دایره با تاریخ، دایره با ادبیات کتاب‌ها نوشت. یک نکته دیگر هم باید قید کنم که غوری‌ها در پاس داشتن عنصرهای فرهنگی ما از جمله زبان تاجیکی نقش بسیار کلان دارند. غوریان از زمره آن سلاله بودند که عموما زبان عربی را در کارگزاری دفترداریشان، دیوان و دفترداریشان عموما راه ندادند. تمام حجت و کارگزاریشان در قلمرو دولت و در دربار با زبان تاجیکی بود. تمام قانون، یعنی فرمانها و سندهای حقوقی که مثلا در همین سه مرکز انتشار میشدن، همگی با زبان تاجیکی بودند، با خط فارسی زبانی تاجیکی. یعنی ببینید هم از بامیان، هم از غزنه، هم از فیروزکوه انتشار میافتند. اکنون از بس که در این دوره قلمرو دولت غوریان که خیلی وسیع شد، شما ببینید از همین کوه بدخشان، یعنی از غورستان چین در قسمت شرق شروع میگردید میرفت، امروز این یک قسمی جنوبی امروزی تاجیکستان رو در بر میگرفت، قسمت‌های قلمرو زیادی افغانستان رو، شمال هندوستان رو، یعنی یک حدودی خیلی وسیع در بر میگرفت. حتی میگن که قدرتی که مثلا همین برادران غیاث‌الدین و معیزالدین داشتن، قدرت اینها، نفوذ اینها تا حد بالا رفت که خلیفه های عباسی به رسمیت دولتداری اینا رو اعتراف کردند و شناختند. انا در همین یک قلمرو خیلی وسیع زبان تاجیکی ما مقامی اول گرفت. در اونجا مقام اساسی داشت این زبان تاجیکی. دیگر ارزش ها، دیگر زبان ها در اینجا قوت نداشتن. یک چیز دیگر باید بگم که ببینید غوری ها هنوز از دست هشت خود همین خاندان غوری ها دین اسلام رو پذیرفته بودند، اما اهالی ولایت غور تا عصر 11 و ابتدای عصر 12 اسلام را نپذیرفته بودند. اینا در آیین‌های تا اسلامی خود پایبرجا بودند و اینها میراثبران فرهنگ خیلی قدیمی آریایی بودند، پایبرجا بودند و نمیگذاشتند که دینی دیگری، مذهبی دیگری اینجا رسوخ شود و غلبه کند. بعد پسان آهسته آهسته اینجا اسلام وارد شد، چون که شما می‌دونید این منطقه کوهستان که بود، عربا تا اینجا نتونستن اومدن، شکست خوردن، به همین خاطر اسلام در اینجا دیرتر به وجود آمد. در شهرها، در قلمرو دولت غوریان آتشکده‌های بزرگی زردشتی وجود داشت که هنوز در عصر 11 ابتدای عصر 12 مردم این آتشکده را احترام می‌کردن، ارج می‌گذاشتن و در خاندان اکثریت مردمان غور هنوز کتاب‌های بندهیشن و کتاب‌های مینوی خرد، خدای نامه و پارچه ها از اوستا وجود داشت که غوری‌ها پیش برندگانی میراث بسیار بایی آریایی بودند. با وجود آنه که همین هجوم‌های شدید شد بالای سرشان، ارزش‌های ملی ما رو حفظ کردند. با اومدن مغول صد از میاره، اما غوری‌ها اینا نگاه داشتن. مثلا در فیروزکوه با یک شکوه شامت صدر تجلیل میشد، آتش صدر میگه از فرسخ‌های دور به نظر نمایان میشد. بدخشان این مثل که وطنی صدر بود، وطنی نوروز بود. این چیزا بسیار به سطح بلند تجلیل میشد. همین بود که سلاله‌های بعدی که در خراسان سر قدرت آمدند، به مانند کردهای هرات، سربداران خراسان، مظفریان، اینها از غوریان این میراث را به خود گرفتند و ادامه دادند.
ва бибинед ки ин занҷирҳо аз насл ба насл омада то замони то ба имрӯз ба мо мерос. ва имрӯз мо бояд эҳтиром гузорем ба ҳамин гуна сулолаҳо, ба вижа аз ғориён ки пост доштанд ин фарҳангро, ки имрӯз мо инҳоро ҷаҳонӣ кардем. дар охир андешаи шумо вобаста ба оне ки ғориён то куҷо муваффақ шуданд ва то куҷо ҳамин силсилаи давлатдории миллии тоҷикиро давом доданд, умуман фарҳанг дар кадом сатҳ рушд кард, арзишҳои миллӣ ба чӣ эҳтиром гузошта шуд, хулоса мекардед бо ҳамин. Марамад. Устод Бобоҷон Ғафуров мегӯянд ки аз таърих бояд мо сабақ гирем ки чӣ иштибоҳот буд дар фурӯпошии ҳамон давлат. Акнун мебиёем сари масъалаи ғориён. вақте ки бародарон Ғиёсиддин ва Муизиддин мисалан вафот карданд, намояндагони дигари сулолаи ғориён як нофаҳмӣ ва аз миён рафтани ваҳдат пайдо шуд. чаро савол пайдо мешавад? зеро ки дар миёни инҳо қавму қабоили турк дахолат карданд ва инҳоро ба ҳамдигар шӯрониданд. масалан яке аз ҳамин намояндагони халқҳои турки инҳоро ба ҳамдигар шӯрониданд Тоҷиддини Юлдуз ном дошт, ки бародаронро зидди ҳам шӯрониданд ва кор то ҷое расид ки аз соли 1206 ба баъд давлати ғур оҳиста оҳиста ба порча порча ҷудо шуд ва охирин намояндаи ғориён боз ҳам Аловиддин ибни Муҳаммад ном дошт. ин Аловиддин дигар дар муттаҳид сарҷам кардани ин вилоятҳо тангдастӣ кашид. ин замоне буд ки хоразмшоҳиҳо қувват гирифта буданд. хоразмшоҳиҳое ки замоне дар назди ҳамин ғориён сари таъзим фуруд оварда. ман як ҳодисаи таърихӣ баротон бигӯям. ҳамин замоне ки ҳамин Ғиёсиддину бародараш Муизиддин дар сари қудрат буданд, ино рафтан ними Хоразм азад. Хоразм ватани таърихи мост, ин ватани Абрайҳон Беринист, ин ватани Ал-Хоразмист, ин ватани Ал-Фарғонист, ватани бузургони мо, ватани халқи мост. рафтан ними Хоразмро забт кардан гирифтанд ва Нишопуру Хуросонро пурра забт карданд, ки дар дасти хоразмшоҳиҳо буд. як шоҳи бисёр бузург дорад ҳамин хоразмшоҳиҳо бо номи Текеш. Текеш аз бародарон, яъне аз ғориҳо илтимос мекунад ки Хуросонро баргардонад. ҳатто як ҳодисаи аҷиб мешавад. мегӯяд ки Турконхотунро ба шумо туҳфа мекунам. Турконхотун завҷааш буд, модари Муҳаммад Хуросшоҳ. шумо Хуросонро баргардонед, аммо бародарон барнагардонданд. шумо бинед ки акнун дар замони охири мавҷудияти ғориён ин хоразмшоҳиён бо истифода аз ин ки ғориён порча порча шуданд, ба сари ғориён ҳуҷум карданд. аз ҷумла ҳамин шоҳашон Муҳаммад Хоразмшоҳ ҳуҷум кард ва соли 1215 мутаассифона дар натиҷаи набудани ваҳдат аз як гиребон ба ибораи тоҷикон сар набароварданд. як дигар нофаҳмӣ, ҳамин чиз ихтилофот омил ва сабаби инқирози ҳамин давлати миллӣ ниёгони мо гардид. аз миён рафт ва имрӯз мо дигар 1215 ин барои миллати мо фоҷиа буд, мисли соли 999 ки як сулолаи бисёр ғайурманд ба нангу номуси худро аз даст додем. аз миён рафт ва сад афсус ки ин қаламра як муддат дар зери тохту този аспҳои Хоразму муғул қарор гирифт. бисёри сипос ба шумо барои андешаҳои созанда, омӯзанда ва дар айни замон басос заруриву ибратбахш. фикр мекунам бинандагони некбин ва таърихдӯстдори ватанӣ пиромони давлатдории ғориён аз барқароршавӣ то инқироз аз китоби тоҷикони академик Бобоҷон Ғафуров ҳатман мутолиа хоҳанд кард ва маълумоти бештару саҳеҳ ба даст хоҳанд овард. ин буд бинандагони азиз силсила барномаи Гулчин аз таърихи тоҷикон бо устоди донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи устод Садриддин Айнӣ, таърихшинос Давлатшоҳ Маҳмудов, атрофи давлатдории ғориён, фарҳанг, тамаддун, забон, илм, маънавиёт дар ин аҳд. то барномаҳои навбатӣ сарбаланду пирӯз бошед.